با نام و یاد خدای بزرگ سلام و درود خدمت یکایی که شما همیهنان عزیزم مخاطبین محترم شبکه سه سیما برنامه فوتبال برتر. تشکر میکنم از آقا محمد رضا احمدی عزیز و همچنین مهمون برنامه آقای طباطبایی. اما خوش آمدید به ورزشگاه شهدای شهر قدس. سامان فلاس سمت راست فضا ایجاد شده برای یاسر آستانی، پا به تو حرکت میکنه بین چند بازیکن تیم آلومینیوم. پنالتی برای استقلال. باز هم تاثیرگذاری یاسر آستانی. آقای عرب براقی میتونه این صحنه رو بازبینی کنه. زرنگی کرد، تجربهش خیلی خوب استفاده کرد، توپو زودتر رد کرد و جرجانی بود که اونجا یه پا انداخت که به نظر میاد توپ رو هم لمس نکرد و در نهایت اعلام رأی آقای پیام حیدری برای ضربه پنالتی. حرکت میکنه یاسر آستانی، ضربه رو میزنه و توپ درون دروازه قرار میگیره. 1-0 برای استقلال. باز هم یاسر آستانی. دروازه تیمی رو باز میکنن که 5 هفته از گل نخورده. از روی نقطه پنالتی اونها موفق میشن دروازه محمد خلیفه رو باز کنن. بازی خیبر خرم‌آباد گلگهر هم دقایق پیش آغاز شد. یه پاس بلند بسیار خوب اونجا یه استارت زده علیرضا کوشکی، میاره تو از علیرضا کوشکی. یه مهار فوق العاده از محمد خلیفه. نشون میده چرا این هفته ها همه دارن ازش تعریف میکنن. یه موقعیت طلایی بود برای استقلال، میتونستن خیالشون رو راحت کنن، اما درخشش دروازه‌بان آلومینیومی اجازه رو بهشون نمیده. از سمت راست حالا موقعیت خوب برای آلومینیوم داخل محوطه جریمه، مرزبان میزنه و عالی میگیره حبیب فرعباسی. توپو جلوتر ببره کوشکی، میتونن به کار سرعت بدن استقلالیا. مهران احمدی پاس برای علیرضا کوشکی، به توپ رسیده خود علیرضا کوشکی یه پا عوض میکنه، عالیه بازیکن پیش رو بر میداره و با دخالت مدافعین و دروازه‌بان بازی خوبی رو در مجموع تماشا کردیم و میتونه حتی نیمه دومش هم بهتر بشه. امیدواریم که حالا بازی هم به حاشیه کشیده نشه. 1-2 خوب تو کماکان در اختیار بازیکنان استقلاله. مهران احمدی توپو رد میکنه برای علیرضا کوشکی، توپو در اختیار گرفته علیرضا کوشکی، ارسال، ضربه سر و توپ درون دروازه قرار گرفت. 2-0 برای استقلال. منیر حدادی حساب کارو 2-0 کرد. اینقدر اصرار داشتن استقلالی‌ها که علیرضا کوشکی از کانال سمت چپ توپ ببره تا بالاخره نتیجهشو در دقایق پایانی نیمه نخست گرفتن. یاسین جربان یه تک اونجا میزنه، صالح هردانی ازش عبور میکنه. بهرام گودرزی حالا میره موقع چک بگیره برای تیم آلومینیوم، ضربه پای چپی که اونجا رحمان جعفری میزنه. سمت راست را میندازن عباس کهریزی رو، یه ارسال به محوطه جریمه، برخورد 2 بازیکن با هم دیگه نزدیک به صحنه از پیام حیدری. این ضربه پای راست که توپ از بالای دروازه به بیرون میره. ابوالفضل قنبری شانسش رو امتحان کرد برای گلزنی. صحبتایی که دارن خودش میاد تا صحنه رو ببینه. اینجا دیگه به نظر میاد که آقای عرب براقی مقدار مردد بوده رو اون صحنه. ببینیم رأی نهایی رو به سود کدوم تیم اعلام خواهد کرد. آقای پیام حیدری از زوایای مختلف صحنه مورد بررسی قرار میگیره، واقعا هم صحنه سختیه. آقای پیام حیدری اعلام پنالتی میکنه به سود آلومینیوم. داور اجازه میده تا ضربه زده بشه. ضربه زده میشه و توپ درون دروازه قرار میگیره. رحمان جعفریه که اختلاف رو به حداقل میرسونه. 2-1 به سود استقلال. حالا تقابل 2 تیم بالانشین جدول تا اینجای کار بسیار جذاب بوده. حرکت از بازیکنان استقلال. صالح هردانی توپو میبره سمت راست. یاسر آستانی یه بازیکن عالی از پیش رو برمی‌داره. یاسر آستانی
ضربهشو عالی میگیره محمد خلیفه. گودرزی، دیدی اندونگ جناح بازی رو عوض میکنه به سمت راست، عالی این کار انجام داد یاسر آستانی. بازم صاحب توپه میاد به داخل محوطه جریمه صالح حردانی. یه کنترل، یه بازیکن پیش رو برمیداره، یه ارسال نرم به مقابل دروازه، ضربه سری که زده شد. این ضربه پای چپ خیلی خطرناک بود. اعتقاد به کرنر دارن. توپ مواج میاد باز هم به تیر اول، توپ دور شد. دیدی اندونگ کنترل توپ میبره به سمت چپ. منیر حدادی یه ارسال دیگه، ضربه سر و گل سوم. اینم گل سوم و علیرضا کوشکی حساب کارو 3-0 میکنه. 2 بازی پیاپی برای استقلالی ها و 3 گل برای این تیم. صالح حردانی، آستانی طلب توپ کرده، توپ رسیده باز هم به آستانی، میره رو پای راستش، ارسال به تیر 2، کنترل از منیر حدادی، باز کنار دروازه به بیرون میره. مهدوی از همون بالا دارن پرسو انجام میدن استقلالی. آشورماتوف رو زمین افتاد، داورم خطای مهاجم مرزبان رو گرفت به روی آشورماتوف. کارتم بگیره از زمین اخراج میشه، این مقدار باید کنترل کنه خودشو. کارت زرد گرفته نیمه اول، خیلی دوره، حالا خیلی شدت ضربه هم از این فاصله مشخص نیست. خب داور میاد و با کارت زرد جریمه میکنه و کارت قرمز. عرض کردم که چه اتفاقی رخ میده. البته برخورد بین مرزبان و آشورماتوف زمین افتاد که کارت زرد رو داد به مرزبان و از زمین مسابقه اخراج شد. قزاقینیا پشت محوطه جریمه، یه پاس تو در، نازون میتونه ضربه نهایی رو بزنه. ضربه زمینیش وسط پایان مسابقه. برتری 3-1 استقلال در برابر آلومینیوم عراق. امیدوارم که از تماشای مسابقه لذت برده باشید.